در روز 6 ژوئن همراه با مسیح برمیگردم. این آخرین جمله دختر بیگناهی بود که در عرض چند سال به یک قاتل روانی تبدیل شد. در میشیگان سال 1956 هستیم. در این موقعیت دختری به دنیا میاد که از همان اول زندگی به دور از آرامش و آسایش داشته است. پدرش متجاوز و مادر این دختر به خاطر مشکلات مالی و ناتوانی در نگهداری وی این دختر را ترک کرد و از همان اول توسط پدر بزرگ و دوستش که به این دختر تجاوز می‌کردند بزرگ شد. از طرفی در نوجوانی برای داشتن غذا و سیگار خودش مجبور به تن‌فروشی شد و از همین لحظه به بعد او روی تاریک خودش را نشان داد. آیلین وورنوس زمانی که 34 سال سن داشت، حرفه آدمکشی خود را در یکی از بزرگراه‌های فلوریدا شروع کرد و به عنوان یک روسپی با قربانیان خود ارتباط می‌گرفت و وقتی زمان مرگ آنها فرا رسید، در موقعیتی مناسب با استفاده از اسلحه اجساد خود را می‌کشت و در جنگل رهایشان می‌کرد. طبق اطلاعات به دست آمده، آیلین وورنوس 7 نفر از قربانی‌های خود را به قتل رسانده، اما نکته عجیب اینجاست که تنها جسد 6 نفر از آنها پیدا شد. وقتی روز قبل از اعدام این زن فرا رسید، واکنش او این گونه بود: وکلای این پرونده خطرناک سعی کردند تا به دادگاه و افکار عمومی این گونه ثابت کنند که این زن دارای مشکلات روانی و روحی است، اما آیلین هر بار این ادعاها را رد می‌کرد و ادعا می‌کرد که ذهن او سالم است و با اراده خودش جنایات را به گردن می‌گرفت و سرانجام در 9 اکتبر سال 2002 در ساعت 9:47 صبح این قاتل خوفناک اعدام شد. آیا این قاتل زن شایستگی مرگ را داشت یا خیر؟ حتما نظراتتون رو در کامنت به اشتراک بذارید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، یادتون نره ما رو لایک و سابسکرایب کنید.